یک برادر سوال دادیم السلام علیکم دامولا مجیب الله و این سه سوال من جواب دهید. یکم پیغمبرمون در کدام روزهای هفته روزه نفل میگرفتند؟ دویم سوال خدا خواهد انشاءالله رسول الله در وقت حیاتشون دفن میت را پسراش و همسراش نه یعنی خدیجه امنه و صحابه را که شهید میشدن چگونه میگذرانیدند؟ یعنی در چند جای عزیزان من سجده سهو واجب میشود. یکی دیگر برادر سوال داده است عزیزان من در همین آیت وقتی که مفتس نماز میخوانیم وقتی که در نماز میدیم فکرهای بسیار دنیاگی به ما میرسد آیا نماز فاسد میشود یا نه حضرت؟ در باره قومه و جلسه حضرت فهمونده میدادیم. یکی دیگر انشاءالله خدا خواست سوال دادیم در حق توی فاطمه معلومات میدادید انشاءالله من خدا خواست در توی مهربان معلومات دادم. الحمدلله در یوتیوب اومدگی است میتونین در سایت ما صدای قرآن انشاءالله اعضاشین هر جمعه معرضاها هر توی ها انشاءالله پخش میشه لیکن با کمتر من اعلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را بعد از آن درودی بیادت بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را و بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. محترم جماعت الحمدلله امروز روزی مبارک جمعه الله سبحانه و تعالی اولا دیدار یک دیگر دیدن مناسب دید. بسیار شکرگزار باشیم انشاءالله. نزد ما چندین سوال آمدگی است خدا خواهد انشاءالله نتونستیم جمعه گذشته جواب گردونیم امروز الحمدلله خدا هم فرصت داد و سوالهای زیرین این برادرها خدا خواهد انشاءالله جواب میگردونیم. الله مناسب بیند خدا خواهد جمعه دیگر یعنی ماه شریف مبارک رمضان پیشوازگیریش می شود. خدا خواهد انشاءالله درباره فضیلت انشاءالله روزه و انشاءالله چندین وظیفه که در روزه است خدا خواهد انشاءالله یک ماه الله سبحانه و تعالی فرصت یاد بر شما عزیزان هم صحبت میشیم خدا خواهد. یک برادر سوال دادیم السلام علیکم دامولا مجیب الله و این سه سوال من جواب دهید. یکم پیغمبرمون در کدام روزهای هفته روزه نفل میگرفتند؟ سوال این برادر انشاءالله خدا خواهد همین که یعنی پیامبر علیه السلام کدام روزا یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک هفته دو مراتب روزه میگرفتند. روزه پیامبر علیه السلام یکیش انشاءالله خدا خواهد روز دوشنبه و یکی دیگرش انشاءالله چی روز پنجشنبه. یعنی دوشنبه و پنجشنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه میگرفتند. از این معلوم میشود که پنجشنبه خیلی دروغه. همین دلالت به پنجشنبه دروغ میکنه. اگر پنجشنبه خیلی راست میبود پیغمبر علیه السلام میگفت که نه پنجشنبه خیلی و جمعه روزه گیره تو که مردم خفه نشود پنجشنبه هم بخره میگفت. این دروغه. از این دلالت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چی روزه خدا خواهد انشاءالله یعنی بهترین شد. چون که در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم کل عمل ابن آدم الله الا صوم فانه لی و انا اجزی به. ببینیم خدا سبحانه و تعالی در حدیث قدسی میگه که هر یک یعنی آدم فرزند کردار و انشاءالله رفتارش برای چیه عملهاش برای خودشه. ببینیم لیکن میگه یعنی روزه این برای منه مگرم روزه برای منه خدا و انا اجزی به من این مکافات چه میدیم. یعنی کسی که انشاءالله خدا خواهد روزه میگیرد الله سبحانه و تعالی علاهده مکافاتاش میده خدا خواهد. برای چی؟ منو زمجه هم میشتیم کی روزه داره کی روزه خدا هیچ کس نمیدونه یا نمی. اگر شما نماز بگیم که گاه میخونه باشه یکان کسی که شما نماز میخونه خوابی یه روز اثبات میشه
یکی نماز پیشین نمیخوابند یا که نماز عصر میخونی میگه جورا آخه نماز عصر میخونی تو میخونی میگوی روز سیا با همین نماز خونی تو در دست میخوابد. یکی روزه رو هیچ کس نمیدوند فقط بجوز الله حق سبحانه و تعالی انشاءالله هیچ کس نمیدونه کی روزه دارد و کی روزه. برای همین خدا میگه از صومولی فانی از من خدا خواهد و جزا مکافات میدیم. یکی دیگرش پیغمبر صلی الله علیه و این حدیث ابو هریره روایت میکند. حدیث تعریض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی و انا صائم. پیغمبر فرمودند که عملهای بنده افتن روز دوشنبه پنجشنبه پیش الله پیشکش کرده می شود. ما شما خدا خواهد تا دوشنبه چی خوبی میکنیم پیش الله اون پیشکش میکنیم فرشته ها. چی خدا خواهد انشاءالله در هفته روزی پنجشنبه شود با عملهای ما و شما را پیش الله اون پیشکش میکنیم که بنده ها این عملها کرده شده. پیغمبر فرمودند که من ناز میبینیم که در وقتی عملی من پیشکش کردم من روزه‌دار باشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ایسته که دوست داشتن من و شما هم انشاءالله خدا خواهد دوستش داریم. من و شما هم انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم دوشنبه پنجشنبه روزه گیریم. نه سنتی پیغمبر صلی الله علیه و کسایی که عرضی روزه گیری دارن انشاءالله خدا خواهد همین افضل است. نه بیمار میشی نه خستگون میکنی نه ضعیف میشی. این چنین خدا خواهد ماه رمضان در حرکت است. خدا خواهد طبقی کلندری خدا خواهد ازبکستان زمین 11 انشاءالله خدا خواهد روزه نشان دادگه. یعنی چند روز دیگه مود 10 روز دیگه مود روز یک اگه ما شما هم تیار شیم خدا خواهد انشاءالله. یا روز 2 روز روزه گیر بدن تا تیار کن آماده کن بعد رئیس که روزه گیرته اگونه بعد بخری کرده غلطیده ایهوش برفته نکنو همین هفته اگه برد خدا خواهد روزه گیر بدن چی میشه تیار میشه. چون که در ماه رمضان شب تراویح ها میشه و قیام شب ها دارد. الحمدلله باید ما و شما تیار باشیم. پیامبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم بالکل در ماه شعبان اکثرش روزه میگرفتن تیاری میدیدن انشاءالله خدا خواهد. ما هم خدا خواهد دخترچه همون است بچه همون است گویم شو خدا خواهد بچه مکن خدا خواهد همین هفته یک گاه یک روز 2 روز اقل روزه بگیر که پیغام ماه رمضان میاد خدا خواهد انشاءالله. بعد کاین قوت نمیشه خدا خود گم نمیکنی دیگر نمیکنی تیار شیم همه آماده بر روزه انشاءالله خدا خواهد. دویم سوال خدا خواهد انشاءالله. رسول الله در وقتی حیاتشون دفن میت را پسراش و همسراش نه یعنی خدیجه امنه و صحابه را که شهید میشدن چگونه میگذرانیدن. یعنی ترتیب گذراندن انشاءالله دفن مراسم میت در شریعت در کتاب اخلاق حمیده دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که فرزند و زناشو وفات میکردن 3 روز در مسجد چیش دادیم مسجد نه در خونه شامله در مسجد تا که صحابه آمده چیکار کنن تعزیه بیان کنن تعزیه بیان میکردن بعد 3 روز تمام همه از پی کار میشد. یعنی از 3 روز زیاده تعزیه حرام است عزیزان من تا 3 روزه. این چنین در کتابا گفتن که کسانی هستن که خدا خواهد در جنازه اشتراک میکنی حاجتی با خانه و رفته فاتحه کردن شرط نیست. خودش فرض کفایه شد واجبات شفتن مرده واجب شد دفن کردن سنت شد با چی در کار. کسانی که نبودن میتونن تا 3 روز انشاءالله رفته یک همه خاندان انشاءالله میت نه انشاءالله تعزیه بیان کنن که پروردگار شما را صبر تیاد طاقت تیاد الله سبحانه و تعالی و اجر مکافات نتیاد. چون که گم کردن پدر گم کردن مادر یا گم کردن خواهر و دادر و فرزند بسیار دشوار است. اما پیامبر علیه الصلوة و السلام 2 بچه که 3 بچه که میگه که خودش خدا خواهد در حالت حیاتش جان در دست داد سپاریدگی حتی ابراهیم در دست جان دادگی. ببینید پیامبر علیه الصلوة و السلام گریه کردن آبی دیده کردن. صحابه در او سوال دادن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شما میگن که در میت گریستن نیست شما خود تو گریه میکنه. پیامبر من شما را از احمقانه کارا من میکنم از داد گفتن عموم من آواز براده نمیشید است. حتی پیامبر اسلام فقط آبای دیده جاری شد. در او صحابه سوال شدن که یا رسول الله خود تو گریه داره گفتن این مهری پدر و فرزندی است
من شما را از آبی دیده کردن من نمیکنم، از داد گفتن، رو کندن، مو کندن، گریبان چاک کردن، خود زدن، رکلم کردن. در حیات خوار نیستایی نبود دروغ و بعد وفات کنه، اگر اونجا رفته انشاءالله خدا خودش برداشته با میزنه گویا که به دلسوز در دنیا نبود. من از این سوم من طوری که گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم. من خدیجه بهترین زنش وفات کردن، همون سال محزون اعلان کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم، لیکن این کارا را نکردن، نه 20 کردن، نه 40 کردن، نه 50 کردن، نه 60 کردن. عزیزانی من انشاءالله خدا خواهد نکردن. برای چی ما شما خدا خواهد این سال میکنیم؟ حق مومن بر مومن 6 حق است عزیزان من. 6 حق باید که ما شما ادا کنیم. یکیش وقتی که میگه به یدیگر رو میخونیم سلام دادن، السلام علیکم و علیکم السلام. سلام که انشاءالله خدا خواهد سلامت جاری کنین بالکل در بین قوم و جمعیت، چی در عائله، چی در کوچه، در همه جا. این نام خداست. پیامبر سلام در حیاتش یگان کس پیش از رسول الله سلام دادگی نیست. اول سلام بعد از اون کلام میگه. اول سلام گفت بعد از کلام گفت زد انشاءالله. و خوردیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندم چی بودنش در کار و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اینا و اینم رحمت و اینم آسایشتگی تینجی. سلام معنیش همین است خدا خواهد انشاءالله. این سنت است. یکی دیگرش وقتی که دعوت تو کند انشاءالله اجابت کردن. مبادا یا خانه گذر انشاءالله مهمانی گذر یا توی داریم یا انشاءالله خدا خواهد کار دارم، وقتی که دعوتت کنن اجابت کردن سنت می شود. حتی میگه روزه داشته باشدم، روزه دار اگر باشدم چیکار کند؟ یک بار رفته فقط دعا کرده در حق گذشته برود، روزه دار باشدم. لیکن گفته که جاش است اگر در اون موضع گناه نباشه، اگر اختلاف مرد و زن باشه، عرخری باشه، در اونجا احمقی ها وجود داشته باشه، اونجا نرفتن سنته. بداری خودت انشاءالله خدا خواهد. هر محفلی که در وی گفتگو کنن از حی میگن، همون محفلی که در وی سخنی خدا و پیغمبر میشود، میریم به آن محفل لا اله الا الله میریم. همون محفلی که خدا خواهد امر و معروف است اجابت کرد. من حیران میشم که وقتی که یک برادر حتی در جمعه ها در نمازها اعلان دارد پنج وقتی که امروز خانه ما امر و معروف است، یگان نمازخوان نمی رود. توبه کردم. چی میگه؟ برای چی نمیری؟ من تکلیف نکرده. آن زن تا تکلیف نکرده که آرتی سنت. چو میره؟ زنی تو کی تکلیف کرد؟ کی تکلیف نامش داد که این می نرفته توی نشرا کنه؟ آن گوارنگین میره کن. توی آرتیست خدا خود 1000 تا آدم اشتراک میکنی که به یگان تکلیف ناموس نمیگیری که وقتی که کجایی که سخنی خدا پیغمبر میشه میگریزی. این اجابت که این سنته. شما نماز اشتراک کنید که خدا خواهد انشاءالله اون بزم اون برادر خدا خواهد زیب گیرد. اون دین مهربان خدا مبارکش کند. یکی بهترین دکتر انشاءالله خدا کرد. چندین آدمان را تکلیف داده است نرفت. بینی از سخنی خدا خواهد عطس بیاد میره که دیگه ناموس نمیکنی، تکلیف نامت نیست، پریگرسی تلت نیست. کجایی که بعد خال رسول الله میشه بعد میگیری موجب جندیدی هم اما اگه گوش نکنیم نه نمیشه جواب بگویده تو که اما عبدالله دیگه که نکو عطسان از بار نمیکنی، عطسان بجان و دلت قبول میکنی. انا ایمان داری شما شونی دیگه جای امر معروف است ایمان داری خواهد برای اشتراک نکن خواهد غذای معنوی تبای کن اون زبط خواهد جو خندیده سادیار اون میدونه به نمازا من بین در این معویزش 6 تا آدم اشتراک دارد. همچنین اگر عطس میآورد خواهد مهربان انشاءالله خواهد حالی اوه همه میکوچید انا زبط دیده سیم با داده سیم ما نماز خونه حال بای بودم که از سخنی خدا و پیغمبر میگریزیم. یکی دیگرش مصلحت پرسد میگن مصلحتی خوب دادن. اگان کس پیش دیگان مصلحت که تیمی آید عزیزانیان خوب گوش دار، خوب گوش کن انشاءالله خدا خواهد درچه گوش کن.
درش نتونی مرحمت انشاءالله خدا خواهد. این پیغمبر علیه السلام حضرت عمر یک کمپیوتر در کوچه میگرد 1 ساعت گوش کرد. دیگر صحابه میگه بیزاتش دمده که عمر آخی یک کمپیوتر اگر گفت تا سحر گم میزد من گوشش میکردم، چون که خدا ترا یک گوش کننده کرده، یک نصیحت خوب کرده، یک انشاءالله خدا خواهد فکری خوب تیاد کنده می در را باید دوغ نکن، در را باید خفه نکن، در را باید نکن نصیحت خوب انشاءالله خدا دست بیاید یک دهنم باشه بتش. این سنتی چی بوده است؟ خدا خواهد حقی مؤمن بر مؤمن است. عزیزان من بینید یکی دیگرش وقتا که عصا زند جواب دادن عزیزان من مبادا عصا زندم، لیکن اگر عصا جواب چه بود؟ الحمدلله علی کل حال بود. اگر بعد ما شما چونگیم یرحمکم الله، خدا تو را رحم کنه. چون که عطسه از آدم علیه السلام میگه. آدم علیه السلام عطسه زد الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی کل حال گفت، جوابش خدا گردون یرحمکم الله، خدا تو را رحم کنه. عزیزان من یکی دیگرش بیمار شاید رفته دیدن مؤمن، حقی مؤمن است. مبادا یک کساشی میخواد خواهد میدانین که در همون محلتون برادر است، دوست است، مویسفید است، یکم بیمار است، بیمار شده باشد، زیارت کردنش حقی مؤمن عزیزان من. و یکی دیگرش وقتی که خدا خواهد وفات میکند و یا به خاک سپاریدن، انشاءالله خدا خواهد سنتی که از حقی مؤمن بر مؤمن است انشاءالله خدا خواهد. عزیزان من بعد وفات کنن انشاءالله خدا خواهد چیکار کنین؟ البته اشتراک کنین، اما کار تا پرتا خدا خواهد. انما سنت است، همون سنتی اساسی چی است انشاءالله خدا خواهد. و شوفتن سنت واجب است، غسل دادنش واجب، قبر کافتن سنت، نماز جنازه خودم فرض کفایه ایستاده. ما در اینجا خدا خواهد فاتحه زنزنک داریم. اصل 21 شده، اصل ترقیات، اما پیشرفته حالی اسلام 20 چیل زنزنک. که اسلام ترقی میکنه؟ که اسلام پیش میره؟ مردخریم ما شما زنده شا خودی بسد یا هر روز توی داده ساده، هر روز ماشین خلا فریاد داره، هر روز عقیقه کرسه فریاد داره، نیت کرده فریاد داره. اگه مرد یک باره مردش هم خدا مونده یک گجاده نمازش میکنجا که تو دست آخون کشه یک کلت کار میکنه. من خودم در غم و دلم آش میکشه، مادر ما گم کردم، بچه ما گم کردم و من آش میکشه دلم که در پیش زیافتیم. کلت کار فندن نکار از دانیم. اسلام ما شما نکشیم اسلامی عزیزم. اسلام بالکل خدا خواهد بعد منفیتی مردم کار میکنه، بالکل انشاءالله خدا خواهد نکی کار خدا خواهد انشاءالله. در چند جای عزیزانی من سجده سهو واجب می شود. سوال دادین اساس در 5 موضع سجده سهو واجب می شود. 5 موضع اساسش نگیم 1 تا واجب است نمازنده، 5 موضع در نماز سجده سهو واجب می شود. یکیش انشاءالله خدا خواهد یعنی تقدیم کردن فرض، یعنی میگن رکوع کردن پیش از قرائت نکرد و رکوع کرد. بس سجده سهو آخر من میگم چیکار کردن شد. چیکار میکنه؟ ما شما سجده سهو لازم میشود یک تاش. دویم انشاءالله تأخیر فرض میگن. تأخیر فرض یعنی زیاده کردن تشهد نه اللهم صلی علی. نه خستن در کابل اتحیات خونده خستن در کابل 3 رکعت نه ما شما اللهم صلی علی محمد گفتیم اوجه یک جمله کشید سجده سهو واجب میشود. اگر بالکل اللهم بارک الله خونده باشی اللهم اغفر باشی به یادت که زد الله اکبر تو میخیزی 3 4 رکعت با دوام میتی انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش میگه تکرار نمودن فرض، یعنی 2 مراتب رکوع کردنم، 2 مراتب رکوع کردنم که میشود انشاءالله خدا خواهد انشاءالله ترک واجب میشود. 4 انشاءالله خدا خواهد تغییر دادن خدا خواهد واجبات. تغییر واجبات نه نمازهای جماعت این تعلقاتی داره. من امام نماز جماعت نگیم که جمعه ده الله اکبر گفتو باید که با آواز بلند خونه بود، یعنی سوره فاتحه 1 آیه 2 آیه چه با سوره پس خوند و بیاد زد بعد مالک یوم الدین گفته بلند کرده میره.
یا که نماز عصر و نماز خداخواد انشاءالله پیشین خفیه خوندن واجب بود، خفیه خوندن واجب بود، لیکن بلند خوند. یک بار الحمدلله الرحمن الرحیم گفت، یک بار بیاد زد خفیهش میکنه. با این در چی میشه؟ بعد ترک واجب میشه، سجده سهو لازم میشه خداخواد. یا که با ترک نمودن واجبی قاعده اول، من دو تا قاعده است. هر دی قاعده محترم جماعت سوره یعنی کلمه مبارکه التحیات خوندنم واجبه. همین اول که قاعده چیکار کردیم انشاءالله خداخواد نشیشتیم و یک بار 3 رکعت نشسته برفتیم. 2 رکعت نشستن نکابود میونه نشیشتیم و الله اکبر تخیستیم. وقتی که خداخواد اکون قیام که فرضه با واجب گشته نمیشود. نمازکار میکنیم 2 رکعت نماز تمام میکنیم و بعد همه انا 5 گفتیم که میشینیم بعد چیکار میکنیم؟ بعد التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته میگیم. بعد ایمان باشه اگر یک طرف نه سلام میدیم، سبب که قوم برمده نرفت. اگر تنها گذار باشین 2 طرف نه سلام میدیم، 2 طرف نه سلام داده 2 مراتبه سجده میکنیم. الله اکبر میریم 3 بار سبحان ربی الله با الله اکبر میشینیم، با الله اکبر میریم انشاءالله خدا خواهد چیکار میکنیم؟ 2 مراتبه سجده کردن. بعد 6 بعد التحیات اللهم صلی علی اللهم بارک علی اللهم اغفر لی خونده بعد 2 طرف سلام داده نماز برمده میریم. اگر این قصدن کنی نماز فاسد میشه، این سهوا میشه و یاد نیست خیالت میبراید دیگه. قصدنی می نیست ساعت ترکنی که نگار میشه از دانی من قصدن نمیکنی. نه سجده سهو گفتگی خطاهای نماز بود میکردگی چیز، خطاهای نماز بود میکردگی چیز از خدا خواهد. یکی دیگر برادر سوال داده است از دانی من در همین آیت، وقتی که مفتس نماز میخونیم، وقتی که در نماز میدریم فکرهای بسیار دنیاگی به ما میرسه، آیا نماز فاسد میشد یا نه حضرت؟ سوال دادیم. چون که همون وقتی که در نماز که الله اکبر که میگیم شیطانی الان چیکار میکند؟ هر گونه فکر آوردن میگیرد، خیال ما و شما نه میدین. یعنی وقتی که ما و شما در نماز میستیم علما توصیه دادیم از دانی من که وقتی که میشود در نماز که میستین ما و شما دقت اول جلب کنیم. دیگه گفتن که ما پیش کینده میستیم، با یادت بیار ما پیش کینده ایستادیم، ما پیش آفریدگار ایستادیم. فی پیغمبر که انک تعبد الله کانک تراه و این لم تکن تراه فانه یراک. میگه خدا پیش نه چنان بیست که میگه گویا که خدا را میبینی. اگر تو خدا را نبینی خدا تو را میبیند انشاءالله خدا خواهد. همچنان خدا خواهد ترسیده بیست. من صحابه میلرزیدن در نماز میستادن، بدناشون ملایم میشد از ترسی الله سبحانه و تعالی. نیکی بعد یعنی فکرهای شما را ویرون کردن نماز فاسد نمیشود. من از خدا خواهد در کتابی یعنی فتوای الهندیه جلدی 101 انشاءالله خدا خواهد. دویم سوال دادیم که مانده یعنی جلسه کتی یعنی ویا در باید قومه و جلسه حضرت فهمونده میدادیم. یعنی قومه جلسه گفتگیش ما شما از رکوع میگردیم که 3 بار سبحان ربی العظیم میگه بعد سمی الله لمن حمیده راست نیستین که انا خدا خواهد قومه میگن. انا اینجا مقدار 1 تسبیح استادن واجبه، یعنی سبحان ربی العظیم مقدارش استاده بعد الله اکبر تشکر کردن که سجده رفتن نکن. من مشاهده میکنم بعد باور میکنه که گشتن نموسپید نمیکنیم، حمید خودش اینجا یک جمله درازه سمی الله لمن حمیده ربنا لك الحمد داره. من نمیدونم چی میگم حمید میگه ناخیسته گواس میخونم تحفی کردم. این نماز نیست. من در کتاب ابن عابدین رد المختار میگه اگر همین سجده میگه قصدن کند میگه نمازش فاسد میشه. در کتاب رد المختار جلسه شی در مابین خدا خواهد 2 سجده 6
ما شما از رکوع که سر موندیم سه بار سبحان ربی الاعلی میگیم، بعد الله گفته میشنیم که همین جلسه میگن، همین مقدار یک تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم ایستادن در کار. یه خیلی از همین تخیمشن نیمش نفته بانتا میگرونن. این نماز نمیشه. بینه نزانی من حتی ای که سجده سهو لازم میشه دست اگر خطا هم کنیش، اگر قصدنش کنه خدا خواهد نماز فاسد میشه. شما چنان نماز خونین که گویا که الله همه بینه مزانی من. این نماز یک پرنده میشه. کتاب صلات مسعودین میگه که کسی که نماز پر نه، رکوع سجدش قیام قرائتش همش میگه در جاش غلطه، مثل یک پرنده رشته پرواز کرده نزد عرش میرفته پیش الله سبحانه و تعالی دعا میکنه اللهم احفظ صاحبی کما حفظتنی. پروردگار همین نماز خون خودت از بلا آفتا نگهدار چنانه که من خوب نگه داشت. دیدی اگر ما شما نماز چله پله هرگز خونیم اگر دعا میکرده پروردگارا چخیلی که من یک قنات مشکست پاچیک مشکست همچنان تو اینا اعضاش از ضایع کرد. بین نماز بازی نیست. این نماز مهمترین این گوهرک چشم محمد است. پیغمبر که حبیب الی دنیا کن ثلاث، من از دنیا شما سه چیز نقد دیدم، یکمش قرة العین فی الصلاة، نماز گفت این گوهرک چشم منه. مادامی که گوهرک چشم محمد باشد نماز خوب بخونه خدا خواهد انشاءالله. به سرانجام نشد در نماز خدا خواهد شیطان نکن و کار موندن به کار میشه خدا خواهد انشاءالله. ما پیش الله بدن نحیث کنیم خدا خواهد انشاءالله. بازی نکن به نماز شب نیست. نماز منافق میدونیم پیغمبر گفتن نماز منافق مثل مرغی دانچی نگفت. از همین خیلی که مرغ میخورد دونه پرتا تا 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 میخورد. بعضی نماز هم خیلی تا 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 دو رکعت در یک منوت میخونه. توبه کردم چی میخونه من میدونم. اول نلو چی نخون. و خیلی خدا خواهد مذاق میکنه اگه باشی و نماز که حزیل مزمین کشی نخون. خدا محتاج نماز تو نیست. خواه خفش خواه خرسنش خانی از تحت دل خون با محبت با اخلاص خون. المصلا معراج المؤمن، جای نماز معراج مؤمنه عزیزی من. معراج مؤمن، معراج پیغمبر قابل کوثر شید، معراج موسی کوی تور شید، معراج یونس انشاءالله شکم ماهی شید، معراج یوسف چا شید. معراج مؤمنا جای نمازه. تو با خدا علاقه میگیری، با خدا صحبت میکنی. تو با کی صحبت کردن تمام گون با کی صحبت میکنی؟ تو به سلام جون نشه خدا خواهد با تهدید با محبت بکن. گویا که اگر نماز تا خودت وارد نباشد نمازت قبول نیست. همین نماز خوندی که خدا خواهد قبول شده کنه. باید من نماز قبوله الا قبول نیست عزیزان من. یکی دیگر انشاءالله خدا خواهد سوال دادیم در حق توی فاطمه معلومات میدادید. انشاءالله من خدا خواهد در توی مهربان معلومات دادم. الحمدلله در یوتیوب برمدگی است، میتونید در سایت ما صدای قرآن انشاءالله اعضاشین هر جمعه معرضه ها هر توی ها انشاءالله پخش میشه. لیکن با کمتر من اعلام میکنم. فاطمه مادرمو عزیزان من دختری بهترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 18 سالگیش توی شدگی است. 25 سالگیش نه وفات کرده. در تویش فقط 4 تا چیز که رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه را دادن. میدانید 4 تا چیز. یکی خدا خواهد انشاءالله یک پوستکی که خدا خواهد انشاءالله اگر گرم میشید در تشو مینداختن علی کتی گرم یعنی خودت میشد بالاش نمیگرفتن شو حتی همون پوستک شتران این میدادن. این پوستک. یکی دیگرش دوتا میگه مشچه دوتا آبگیرک دادش و یکتا سنگی میگه چی؟ آسیاب. چونکه اونجا زوادی خدا خیستی آسیابانه بود. اونجا علی جوری نیست در مکه مکرمه. بعد از شو چیکار میکردن؟ گندم آرد میکردن. پیامبر ببینید بسیار مشقت بود دوره های پیامبر صلی الله علیه و سلم.
یک چادر نگه دادش از مادرش از آنی خدیجه موندگی بود و 4 تا چیز میگه یک کاوشو برده حضرت علی ندادش. من سنت چون نمیکنیم. مقصد این سوال همین است. بهترین که دختری پیغمبر بود، بهترین، حتی همین تسبیح که در نماز میگوی تسبیحة الفاطمه اعلان شدگیه، همین 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، کلمه توحید، تسبیح فاطمه اعلان شدگیه. یک روز میگه فاطمه نزد خانه پیامبر اسلام اومدن، پیغمبر نبودن. عایشه صدیقه گفتن قبولش کردم، گفتن بیا فاطمه چی گپه؟ همین پدر من گفتن من بسیار عذاب کشیدم در زندگی، دستاش بیچاره کفیده میرفت ای آرد کنی را. همین از همین گفت وای از همین جهاتا گفت بگان یکان زن یک کمپیر است که گفت گیرن در اسیر، گفت همین کمپیر را گفتم من در بچیان من در یاردم کنم نباشم. گفت محمد بیاد خبرش میتیم. رسول الله شب اومدن، میگن شب اومدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادن. پیامبر اسلام در شبم باشد دختری بهترین شو بود، بسیار دوست می داشتن، نوری چشما می اومد از جاش میخیست. پدر مدیرمون نمیخیزه، مادر مدیر خدا خود کنون جام ووج نمیکنه، خسته بوسه میکرد از پیشانیش. بوسه کردنی دخترها از پیشانی سنت است رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت عایشه چی گفت؟ گفت که فاطمه اومد. چی گفت؟ فاطمه گفت که همین خدمت یگان کنیزه که بتیاد خدمت کند به من، بسیار آزار کشیدستم. گفت رسول الله توغری برفتن شب. فاطمه علی خواب بدن در جاده، میگه دروازه تخته کردن دور مدن از جاشو خستم تا نخیزین، ما بین هر چون نشیست. طرفی راست فاطمه در چپ علی. گفت دخترم چی گفتی؟ چی شکایت کردی پیش عایشه رفتی؟ گفت شکایت کردم که من بسیار عذاب کشیدم، یگان همین دخترای باشد که یک کنیزا. گفت من تو را یک چیز یاد میتیم، از 1000 کنیزه کم بهتر است. گفت چی است؟ دخترم گفت هر نمازی که میخونی 33 بار سبحان الله گفت، بعدی وی گفت 33 بار الحمدلله گفت، بعدی وی گفت 34 بار الله اکبر گفت، صد میشود. و در آخر کلمه توحید خون گفت از 1000 گفت و خدمتگارانم بهتر است. این آرزو نکنید دخترم. همین تسبیحة الفاطمه شد. بینین عزیزان من، هر یک نماز، هر یک در کوچه هم انشاءالله خدا خواهد. گفتی بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه دست به کار دل بیار، دست کار کردن میگیره. دل که ظرف ایمان است، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته گشتنگی در کوچه. بینید پیامبر اسلام که کسی که همین تسبیحات میگه و کلمه توحید میخونه، اگر گناهش مانند خف دریا الان باشه الله مغفرت میکرده. ولی بعد کوتاه میگه تسبیح نمیگه، رخ میخزه میره اونجا گناهش دچکاش نار شدگی به حجت سبحان الله گفتن ندولده، اونجا نار گناهش آو شدگی مغفرت شدگی خدا خواهد و جنتی پرموی. شیشتر یک بارک در خونه خدا منافقه کسی که المنافق فی المسجدی، کسی که جوانه که تیز از مسجد میبروی منافق هستی. المنافق فی المسجدی کل طیر فی القفص، حدیث پیغمبره. کسی که منافق در این مسجد میدره میگه و که قفص نه پرنده میگیری که انم خیلی بیستن که نماز تمام شد برم من زنا کنم، برم دخترها افغان کنم، برم کنکنی زنکا بگردم. منافقه میگه. ثعلبه گفته که صحابه در نماز خیست. رسول الله گفتن که کجا میری؟ ثعلبه گفتن از مسجد تیر اومدن، گفتن منافقی است، کجا میری؟ ثعلبه گفت میگه یا رسول الله من یک تا لباس دارم، همین لباسم که تیاز نماز خونده سادم، زنم لیچک 6 تا است و اون مجبور بدن که زنش باید که از نماز دست نتید. دویده میرفت لباسکش میداد، لیچک میشیش در خانه. این ماش مای 50 تا لباس نداشت. ما شکرانه کنیم که الحمدلله خدا خد قوت لباس داری بونه دوالنی. فاطمه مادرم سوال کردن، گفتن کی یکم جنت میدره از زنها؟ نمیگم دعا میکنیم. کی گفتن
از زنها اولش در جنت میدره. گفتن در همین مدینه فلان خواننده زن است هوای جنت میدره. حضرت فاطمه کافته کافته برفتن یافتنش، دروازش تق تق کردن، از درون خانه میگه آوی کمپیر بود. گفت کی هستی؟ گفت من فاطمه دختری محمد میشم، اجازت من درمده بچه یک هم صحبت شم. اجازت نیست. گفت من به ریزای شوهرم یگان کس ره نمیتیم. فردا بیافت. فردا شد امام حسن قطعی شد، چون که مادر نسبت فرزند مهرش بسیار از ما پدرها بی‌مهریم، چون که بیچاره تولدش میکنه تیرش میتره تا خلاقت در پیشه. گفت من میرم مادر جان قطعید. خیلی گفت حسن برد. وقتی که آواز داد بکی اومده گفت به حسن، گفت میبخشی. گفت من تون اجازت گفتادم حسن دنه فردا بیا که دختری پیغمبر بود مجموع خلاقت دختری حاکم بیا اوه به دست میده. فرداش بابا رفت که امام حسین هم کشید. سه کسی دم بابا رفت دولت گفت کیو کی اومده؟ گفت که حسن بود امروز حسین هم اومد. گفت میبخشی من حسن در اجازه دادم بطه حسین دنه فردا بیا. بین خدا ترسیم. سه روز بعد برفتم دروازه که شد میگه دور مد آواز کمپیر آیی بود، یک دختری نازنین شدگی است. گفت میبخشی سوالت میکنم که من از بیرون آواز کمپیر شنیدم. من گفتم وقتی که یگان کس آواز میته در دهنم سنگ میاندازم تا ای که گناهگار نشم آوازی من، بچه ها فتنه نشم. خب گفت کنی تو چی عمل داری؟ گفت گو من سه عمل دارم. گفت سه کار. این زن تا بگو خدا کنه این کار کنه جنتیه. پیغمبر بشارت زنده با زنده جنت داده که همین زنه. یکم گفت شوهرم چی گو اجرا میکنم، خدمت شوهرم میکنم. بینید یگان با شوهر من ناراضی نمیکنم، یگان گرم ناراضیش نمیکنم. سیم گفت به اجازت شوهرم یگان کس خونه مرا نمیتیم. گفت فاطمه بگو. گفت این کاری من چی است؟ مکافات دارد؟ گفت مکافات جنت است. پدرم تو را بشارتی به جنت داد که اولین شده پیش از من تو جنت میدروی. من امروز زنات بگو خدا خواهد انشاءالله شما را آزار نتیم. امروز زنات خدا خواهد انشاءالله زباناش انم قیه است. خدا خواهد انشاءالله ولی میپرسد نه، خواهد میبرد خواهد میدرد خواهد گم میشود. گاه میری در خانت نیست نمیدانی تو کجا برفته. گاه میری که خانت یک مرد بیگانه شدگی است. میگی که زنگ این کجا مقصود خیلی میگم من آواز بخواه چیکار کنم وقت درادم چیکارش کردم. از خدا بترسم. وقتم شده است انشاءالله خدا خواهد عزیزانی من. یک دیگر سوال مون خدا خواهد انشاءالله جمعه دیگر خدا خواهد وقتی افته این سوال جواب میگردونیم انشاءالله خدا خواهد. من شما هم خدا خواهد این مسئله هایی که نماز من نگیم که دیگر مسئله هایی که مهمی که ذکر کرده شد آگاه باشین انشاءالله خدا خواهد. شما هم تیار باشین خدا خواهد انشاءالله. شما هم این عملا اجرا کردن حرکت کنین شاید الله سبحانه و تعالی رحم کنه و زنهای ما شما هم انشاءالله داخلی جنت شوند خدا خواهد انشاءالله. به یک آرزو زندگی دارن نیکی این مسئله فهموندن در گردن ما و شما است. فهمونین میشینی خدا خواهد جمعه رفتیمی نیم ساعت بگی خدا خواهد نماز شام تا خفتن در خونه تسلیمی خدا خواهد کنفرانس گذرون و که امروز 5 مسئله در جمعه برداشت. این نماز هم با هم ارتباط دارد و هم واجب ترک کند میگه خدا میبخشه یا اگر که فرض ترک کند و فرض برای یک مردانی همه این نماز خانه که هستن هم چی زن و چی مرد و چی کودک فرضیش فرضش واجبیش واجب سنت سنت از عزیزانی من.